انا که وطن رفته ایسته زندگی حیات آرام انا که مردم تو چنجی آرامی خود زندگی کرده ایستن سلامت باش. برای زندگی را پیش بردن زن و فرزند مقصد آینده را نازیدن. برای زندگی کردن برای زندگی کردن چی سوال نمیدونم واسه جوابش هر فکری که خودتون داشته باشید شما برای چی تصمیم دارید؟ هر زندگی را با خاطر بختی و بعد برای پدر و مادر چرا یک باشد؟ چرا زندگی رو دوست دارید؟ برای اینکه انسانیت در روی کره زمین به زندگی پدر و مادرمون در نزدمون است و زندگی جونی که شیرینی که شما با هست خودش همین تسلم میدهد که زندگی شما باید دوست دارید. السلام علیکم. برنامه نظرسنجی است از مرکز خرد. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست می‌داریم؟ که دوست می‌داره همین گشتن همین پارک می‌گردی کودک‌ها خطی و انا بعد هر خیلی چیزا رو می‌بینیم مینه واسه می‌جده دل آرام می‌گیرد. سلامتی آدم از روی حیات است، از روی گشتن تماشا کردن دیدن است. انا هر یک انسان رو می‌بینی با خطیش واخوری می‌کنی هر خیلی گپای چک صحبت می‌کنی انا که اساسی جای عادی خدا که مرد همین پارک است. خطی هر یک انسان واخوری می‌کنی هر خیلی صحبت و هر خیلی گپ میشنوی برای آبادی اینه آبادی خدا را شکر اینه که جناب همین خیلی آباد کرده مملکت یگان کسی کار کرده نیست. چند ساله که اینه که وطن رفته ایسته زندگی حیات آرام اینه که مردم تو چنجی آرامی خود زندگی کرده ایستن انشالله دوام تدوال رفتن میگیرن کار بسیار خوب میشه سلامت باش. چرا ما زندگی را دوست می‌داریم؟ برای زندگی را پیش بردن زن و فرزند مقصد آینده را نازیدن و وطن خود را دوست داشتن بعد با همون نگاه نکرده ما زندگی را ناز می‌بینیم این زن و فرزند این وطن را ناز می‌بینیم. اینقدر سخن گفتنیم. تمام. تشکر زیاد. سلامت باشید. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست می‌داریم؟ زندگی خوب است. از آن وسط آباد چی فکر داره؟ آباد مثل که کشور ما امام رحمان اینقدر کمتر و با ما خوب بوده است ما از این خدا بوده است نگفت را آباد اگه فکر دیگر هم داریم؟ در آینده میخوام همه جوانان به آرزوی خود برسن تا هر چقدر که در دل آرزو دارن در زندگی خود به آرزوشان برسن و جمعه هم باز بشن. شما چرا ما زندگی رو دوست دارید؟ زندگی رو برای چیش دوست دارید؟ برای زندگی کردن برای زندگی کردن چی سوالتون نمیدونم واسه جوابش نمیدونم. زندگی برای اویلا برای پدر مادر برای دادر خواهر برادر برای چی ها؟ برای چی میشه سلام چی گفتم نمیدونم. خب خودتون برای چی دوست می‌دارید؟
برای اویله است، برای فرزند است، برای هر فکری که خودتون داشته باشید. شما برای چی دوست می‌دارید؟ چی گفتم من نمیدونم. کسی دیگه پرسید خودش. چرا شما زندگی رو دوست می‌دارید؟ زندگی رو خب برای پدر و مادر است، به خاطر هر چیز. شما برای چی دوست می‌دارید؟ من زندگی رو به خاطر خوشبختی و برای پدر و مادرم. خب باز چی فکر دارید؟ فکر دارم که من وقتی که در زندگی خوشبخت باشم پدر و مادر برام خوشبخت است. خب شما چرا زندگی رو دوست می‌دارید؟ من در زندگی هم وقت باید خرسند شاد باشید. زندگی رو برای خرسندی پدر مادرم زیاد دوست می‌دارم. خب باز برای چی؟ باز برای همه چی. خب تشکر زیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه نظرسنجی است از مرکز خرد. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست می‌داریم؟ چرا یک بار تکرار؟ چرا زندگی رو ما دوست می‌داریم؟ برای اینکه انسانیت در روی کره زمین به زندگی حیات شیرین می‌رسد. اگر چه قدری که ما زندگی رو دوست داریم، همه قدر حیات شیرین، حیات ما در پیش درخشان است. خب باز چی فکر دارید؟ خب باز فکر و اندیشه‌های من در آن میباشد که در کجایی که نباشد انسانیت اولا در فکر زندگی، رزق و روزی همه همین در حساب زندگی میره. وقتی که ما سحر میخیزیم برای کار شروع میکنیم، یا با کار دولتی باشد یا با کار شخصی باشد یا با کار دهقانی صحرایی باشد، همه این ما رو زندگی با راه پیش میبره. بازم مقتنع هستم در همین دوام سخنهای خودم که و این دولتی که حاضر در ما پیشرفت شده است که سرور دولت تاجیکستان چقدر حرکت‌هایی که برای خلق ملت و وطن خودش حرکت کرده است، همه این برای زندگی خلق است، تا اینکه مردم تاجیک، خلق تاجیک، ملت تاجیک زندگی آسایشته زیبا داشته باشد. خب تشکر زیاد. برنامه نظرسنجی است از مرکز خرد. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست داریم؟ زندگی رو برای اونکه در این کشور عزیزمون زندگی میکنیم دوست میداریم. خب باز چی فکر دارید؟ باز پدر و مادرمون در نزدمون است. خب و زندگی تمام. خب تشکر زیاد. برنامه نظرسنجی است از مرکز خرد. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست می‌داریم؟ زندگی رو به خاطر اویلا، فرزند، نوبسته، به خاطر پدر و مادر، باز به خاطر که زندگی شیرین است. خب باز چی فکر دارید؟ باز به خاطر که مثلا زندگی در یک کار میکنی، چی میکنی، باز یک کس همون آدمی که در زندگی مثلا تولد میشود و بسیار آرزو دارد و آرزوهای بسیار دارد که به خاطر آرزوها رو خیلی با واضح و روشن زندگی کردن. در زندگی مثلا اویله برپا میکنه، فرزنددار میشه، باز خب تشکر زیاد. برنامه نظرسنجی است از مرکز خرد. به نظر شما چرا ما زندگی رو دوست می‌داریم؟ چرا شما زندگی رو دوست می‌دارید؟ چون در زندگی بسیار چیزهایی هستن که شیرین است. مثلا گرفته گیریم فصل بهار، دوست داشتن از مادر آموخته گیریم، چون اول مادر رو مهر می‌دهد و اون مهر رو دیگه از انتخاب می‌کنیم. و چند عامل‌های دیگر هست، مثلا نگیرید خوبی کردن رو، خوبی کردن شما آموختید و دیگران خوبی کردن رو توصیه می‌دهید و همینطور زندگی رو دوست داشتن می‌کنید. جانی که شیرینه که شما با هست خودش همین تسلم میده که زندگی شما باید دوست دارید. زندگی با بیش و کمش خوب است. برای چی؟ زیرا بلندی برایت حتما پایانی هست، پایانی برایت حتما بلندی است.
خیلی تشکر.